حضرت علی در مبدأ القرائت سه آمده است، یعنی قصه درست است، معناش یعنی درست است واقعا به اصل شریعت موافقت میکنه. حضرت علی به مسجد آمدن و دیدن که یه مردک همونجا بیکاری ایستاده است، دیدن که همین شطوری منه نگاه کن، در دستش شطور دادن از نختشو. من گفتم نماز میخوانم میبرم. در آمدن دو رکعت نماز خواندن و وقتی که نماز تمام شد بر آمدن و به دستشان 2 درهم پول گرفتن که برای قبیله ایستادگیش 2 درهم تیام مهنتش. گفته بر آمدن که اون آدم لجام گرفته و رفت است، لجام دزدیده است، لجام گرفته رفت است، شطور به لجام ایستاده است. بر آمدند و به یک آدم دیگه همون 2 درهم دادند و گفتن که رفته لجام خریده بیا. میرد به بازار لجام خریده میبود که عیناً همون لجامشون است، همون لجام برده فروخته است. حضرت علی دیدن که لجام خودشون، گفتن که سبحان الله، آدمیزاد به سبب ترک صبر رزق حلال خود حرام کرده میخوره. او کم در صبر کنه همین 2 درهم میگریف، حلالش بود. صبر نکرده همین 2 درهمی که رزقی وای است همین به طریق حلال حرام آورد. یعنی همون رزقی که الله تعالی به شما تقدیر کرده است و از آن شما، از رزق شما را کسی نمیتواند خورد. اون رزق از آن شما است، بنابراین برای حلالش گیرید برادرای عزیز، برای حرام به دست نبیارید.